بستنی میوه‌ای موزی، یه بستنی خوشمزه و با طرز تهیه آسان. 3 تا موز رو حدود 3-4 ساعت پیش داخل فریزر گذاشتم. حالا اونا رو توی مخلوط کن میریزم. یک پیمانه شکر بهش اضافه میکنم. یه خامه صبحانه 200 گرمی بهش اضافه میکنم. و 2 پیمانه شیر پرچرب حدود نیم لیتر. بعد مخلوط کن رو روشن میکنم و تمام مواد با هم میکس میشن. همین تموم شد. حالا اونو توی ظرف میریزم، ظرفی که برای فریزر مناسب باشه و داخل فریزر میذارم دست کم برای 8 ساعت. من یه شب تو فریزر گذاشتم. بستنی خوشمزه و لطیفمون آماده شده. دوستان، به همین سادگی یه بستنی خوشمزه میتونین داشته باشین. لطفاً سابسکرایب و لایک فراموش نشه. متشکرم. خدا نگهدارتون.